به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. ایکیگای، راز ژاپنی ها در داشتن عمر طولانی و زندگی شاد. نویسنده هکتور گارسیا و فرانچس میراسل هستش و ترجمه خانم گلی نژادی. این کتاب در سال 1399 به چاپ پنجمش رسیده که در اختیار من هستش و نشر ثالث در تهران این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب بسیار زیباست و بسیار معروفه در میان ژاپنی ها و در کل دنیا. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. یک نوشته کوتاه درباره نویسنده میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. هکتور گارسیا متولد اسپانیا و مقیم ژاپن که بیش از 10 دهه در ژاپن زندگی کرده است. تاکنون چندین کتاب درباره فرهنگ ژاپن نوشته است. 2 تا از کتاب‌های او با عناوین یک فرد فوق‌العاده در ژاپن و ایکیگای از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال بودند. او مهندسی نرم افزار است و قبل از نقل مکان به ژاپن در شرکت سرن سوئد مشغول به کار بوده است. فرانچس میراسل برنده جایزه و نویسنده چندین کتاب پرفروش دنیاست. کتاب‌های او اغلب درباره بهتر زندگی کردن است. او 2 رمان نیز نوشته است: عشق با حروف کوچک و وایسای. میراسل به همراه هکتور گارسیا به اوکیناوای ژاپن سفر کرد و مورد استقبال مردم آنجا قرار گرفت. آنها در اوکیناوا، جایی که مردمانش از طولانی‌ترین عمرها در دنیا برخوردارند، با بیش از 100 روستایی درباره عمر طولانی و شاد و نحوه زندگیشان گفتگو کردند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو ورق بزنیم. کلمه‌ای شگفت‌انگیز. طرح اولیه این کتاب شبی بارانی در توکیو شکل گرفت، زمانی که 2 نویسنده برای اولین بار یکدیگر را در قهوه‌خانه‌ای کوچک ملاقات می‌کردیم. پیش از آن نوشته‌های یکدیگر را خوانده بودیم، اما به شکرانه فاصله زیاد بین بارسلونا و پایتخت ژاپن یکدیگر را ندیده بودیم. آشنایی مشترکی موقعیت ملاقات ما را فراهم آورد و این شروع یک دوستی شد که در نتیجه آن کارمان شکل گرفت و به نظرم تا پایان زندگی هم این دوستی ادامه خواهد داشت. دیدار بعدی ما 1 سال بعد در پارکی در مرکز شهر توکیو اتفاق افتاد. با هم قدم می‌زدیم و درباره گرایش‌های روانشناسی غرب گفتگو می‌کردیم. به ویژه درباره معنادرمانی که به افراد کمک می‌کند اهداف خود را در زندگی پیدا کنند. به این موضوع اشاره کردیم که معنادرمانی ویکتور فرانکل در میان برخی درمانگران که پیرو دیگر مکاتب روانشناسی بودند منسوخ شده است. با این حال هنوز هم در بسیاری در پی یافتن معنا و هدف در کارها و زندگیشان هستند. ما برای خود چنین سوالاتی مطرح کردیم: معنای زندگی من چیست؟ آیا یگانه هدف طولانی تر شدن زندگی است یا اینکه باید به اهداف بیشتری فکر کنم؟ چرا برخی افراد از اهدافشان در زندگی آگاهند اما برخی دیگر افسرده و سرگردانند؟ در طول مکالماتمان چند دفعه کلمه شگفت‌انگیز ایکیگای را به کار بردیم. ایکیگای مفهوم ژاپنی به این معناست که شادی همواره در مشغول بودن است، مانند معنادرمانی، اما یک گام جلوتر از آن. به نظر می رسد که یکی از دلایل طول عمر ژاپنی‌ها به ویژه ساکنین اوکیناوا نیز همین است. در این جزیره از هر 100,000 نفر 2455 نفر بیشتر از 100 سال عمر می‌کنند که این آمار بسیار بالاتر از
میانگین جهانی است. پژوهشگرانی که روی دلایل عمر طولانی این مردم نسبت به دیگر نقاط دنیا کار می‌کنند به این نتیجه رسیدند که مهمترین عامل این امر علاوه بر رژیم غذایی مناسب، سبک زندگی ساده بیرون خانه، چای سبز، آب و هوای نیمه حاجه‌ای که میانگین هوای آن مانند هوای هاوایی است، همان مفهوم ایکیگای که در زندگی ساکنان اوکیناوا جریان دارد. زمانی که مشغول تحقیق در این باره بودیم، پی بردیم که تاکنون هیچ کتابی در زمینه روانشناسی یا رشد شخصیتی به ایکیگای و معرفی آن در غرب نپرداخته است. آیا به دلیل ایکیگای است که تعداد افراد بالای 100 سال در اوکیناوا بسیار بیشتر از نقاط دیگر دنیاست؟ چگونه این مفهوم انگیزه فعال بودن و طول عمر را در مردمان القا می‌کند؟ راز زندگی شاد و طولانی چیست؟ با بررسی بیشتر این موضوع پی بردیم که مکان خاصی به نام اوگیمی، منطقه روستایی در شمال این جزیره وجود دارد که 3000 نفر جمعیت دارد. این روستا به دلیل برخوردار بودن مردمانش از طولانی ترین عمرها در جهان به نام روستای طول عمر شهرت یافته است. محصول اصلی این منطقه شیکو واسا، میوه‌ای شبیه لیموست که سرشار از آنتی اکسیدان است. آیا راز اوگیمی همین میوه است؟ آیا آب زلال و پاک این منطقه که برای دم کردن چای مورینگا به کار می رود علت اصلی طول عمر مردمان این منطقه است؟ تصمیم گرفتیم راز طولانی بودن عمر افراد بالای 100 سال را یک به یک بررسی کنیم. پس از 1 سال تحقیق اولیه با امکانات ضبط صدا و دوربین‌هایمان به این روستا رسیدیم. مردمان آنجا گویشی با لهجه باستانی دارند و معتقد به انیمیست هستند. انیمیست رو در پاورقی توضیح داده از ابتدایی ترین مذاهب عالم که به وجود ارواح نامرئی اعتقاد دارد. آنها به جن و پریهای موبلندی به نام بونا گایا اعتقاد دارند. از اولین لحظه‌های ورود به اوگیمی توانستیم صمیمیت و رفتار دوستانه آنها را حس کنیم. مردمی که در میان تپه‌های سبز از چشمه‌های پاک و زلال آب می‌نوشند. زمانی که مشغول مصاحبه با سالمندترین افراد این روستا بودیم، پی بردیم که چیزی بسیار نیرومندتر از منابع طبیعی در کار است. شادی فوق‌العاده‌ای که در ساکنان این منطقه جاری است و آنها را در سفر طولانی زندگی همراهی می‌کند. باز هم مفهوم شگفت‌انگیز ایکیگای در کار است. مفهوم ایکیگای دقیقاً چیست؟ چگونه می‌توانیم به آن دست یابیم؟ جای تعجب است که این بهشت زندگی جاودانه دقیقاً در جایی قرار دارد که در اواخر جنگ جهانی دوم 200,000 کشته در جا گذاشته. با وجود این اوکیناوایی‌ها به غریبه‌ها دشمنی نمی‌ورزند و بر اساس اصل ایچیرو باچود زندگی می‌کنند و عبارتی محلی به این معنا دارند: با همه مثل برادر رفتار کن، حتی با کسی که برای اولین بار دیده‌ای. بر ما آشکار شد یکی از رازهای شادی ساکنان اوگیمی این است که آنها خود را عضوی وابسته به جمع می‌دانند. مردم اوگیمی از کودکی بونی، مارو یا کارهای گروهی انجام می‌دهند و عادت کردند در کارها به یکدیگر کمک کنند. رشد دوستی‌ها، سبک تغذیه، استراحت کافی و ورزش مداوم و ملایم همه بخشی از عوامل سلامتی آنها هستند. اما در همه آنها قلب، شور و شوق زندگی یا همان ایکیگای می‌تپد که انگیزه مردمان بالای 100 سال برای برگزاری مداوم جشن تولدها و شادی‌هایشان است. هدف از نگارش این کتاب دانستن راز طول عمر 100 ساله‌های ژاپنی و نشان دادن راه‌هایی برای پیدا کردن ایکیگای است، چون کسانی که ایکیگای خود را کشف کنند همه چیز را برای سفر طولانی و شاد زندگی به دست خواهند آورد.
این هم مقدمه کوتاهی در ابتدای کتاب بود که ایکیگای رو توضیح داده. سفر به شادی و سلامت، هکتور گارسیا و فرانچسک میراسل. اما فصل اول این کتاب رو به عنوان هنر جوان ماندن در گذر زمان شروع می‌کنیم. هدفتان از زندگی چیست؟ بنابر نظر ژاپنی‌ها همه ایکیگای دارند، همان که فیلسوف‌های فرانسوی به آن علت بقا می‌گویند. برخی ایکیگای خود را پیدا کردند در حالی که دیگران هرچند آن را همراه خودشان دارند هنوز در پی یافتنش هستند. ایکیگای هر یک از ما در عمق وجودمان پنهان است و یافتن آن نیاز به کاوشی صبورانه دارد. طبق گفته ساکنان اوکیناوا، جزیره‌ای که بیشترین طول عمرهای بالاتر از 100 سال جهان را دارد، ایکیگای دلیلی است که صبح‌ها به خاطر آن از خواب برمیخیزند. کارتان هرچه که هست بازنشسته نشوید. درک مفهوم درست ایکیگای برای شما رضایت و شادمانی به بار می‌آورد و به زندگیتان معنا می‌بخشد. هدف از نگارش این کتاب درک و به اشتراک گذاری بینش فلسفه ژاپنی برای سلامتی ماندگار جسم، فکر و روان است. نکته‌ای که با زندگی در ژاپن متوجه آن می‌شوید و برایتان عجیب خواهد بود این است که افراد پس از بازنشستگی چقدر فعال باقی می‌مانند. در واقع بسیاری از ژاپنی‌ها هرگز بازنشسته نمی‌شوند. آنها تا زمانی که سلامتیشان اجازه دهد به فعالیت‌های مورد علاقهشان ادامه می‌دهند. در حقیقت در زبان ژاپنی واژه‌ای به نام بازنشستگی مثل انگلیسی وجود ندارد که به معنی ترک کار برای استراحت باشد. بنا به نظر دن باتنر، گزارشگر نشنال جغرافی که این کشور را به خوبی می‌شناسد، در فرهنگ ژاپنی هدف داشتن در زندگی آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که بازنشستگی با تعریف ما در آن جایی ندارد. جزیره جوانی ابدی. برخی مطالعات در زمینه طول عمر نشان می‌دهد که داشتن ارتباط اجتماعی قوی و به کارگیری ایکیگای به اندازه رژیم غذایی سالم ژاپنی یا شاید حتی بیشتر از آن اهمیت دارد. مطالعات پزشکی اخیر روی افراد با عمر بالای 100 سال در اوکیناوا و سایر مناطق آبی، منطقه‌های جغرافیایی که مردم آن بیشترین طول عمر دارند، به حقایق جالبی درباره این مردمان خارق‌العاده دست یافتند که عبارتند از آنها نه تنها طول عمر بیشتری نسبت به بقیه مردم دنیا دارند، از بیماری‌های مزمن مانند سرطان و بیماری‌های قلبی نیز کمتر رنج می‌برند و به اختلالات التهابی نیز کمتر دچار می‌شوند. بسیاری از این مردم بالای 100 سال از چنان سرزندگی و سلامت جسمانی بالایی برخوردارند که برای دیگر سالمندان در نقاط دیگر دنیا قابل تصور هم نیست. آزمایش خون این افراد نشان داده است که مقدار رادیکال‌های آزاد که عامل پیری هستند در این افراد کمتر است که دلیل آن نوشیدن چای و خوردن غذا تنها به مقدار 80% از حجم معده‌شان است. زنان در دوران یائسگی با علائم و مشکلات کمتری روبرو می‌شوند و میزان هورمون‌های جنسی در زنان و مردان تا سنین بالا بیشتر است. میزان زبان عقل بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی آن است. در زبان ژاپنی ایکیگای به صورت که با حروف ژاپنی نشون داده نوشته میشه که ترکیب دو واژه ایکی به معنی زندگی و گای به معنی ارزش داشتن است. خود گای از دو قسمت تشکیل شده که به معنی اولین و سرگروه در مبارزه و رهبری است و به معنی زیبا و با شکوه است. اگرچه ما تمامی موارد ایکیگای را در سرتاسر کتاب تحلیل خواهیم کرد، تحقیقات به وضوح نشان می‌دهد که مردم اوکیناوا با تمرکز بر ایکیگای و داشتن هدف مشخص روزانه توانستند از سلامت و طول عمر بالا برخوردار شوند. 5
منطقه آبی رنگ. در میان مناطق آبی جهان اوکیناوا رتبه اول را به خود اختصاص داده است. به ویژه زنان اوکیناوا از طول عمر و سلامتی بیشتری نسبت به زنان نقاط دیگر دنیا برخوردارند. 5 منطقه عنوان شده در کتاب مناطق آبی نوشته دن بوئسنر عبارتند از: 1. اوکیناوا، ژاپن، به ویژه بخش‌های شمالی جزیره. بومی‌های این منطقه رژیم غذایی سرشار از سبزیجات و توفر دارند و آنها را در وعده‌های کوچک مصرف می‌کنند. علاوه بر فلسفه ایکیگای، موآی یا ارتباطات عاطفی نزدیک با دوستان و فامیل نیز نقش مهمی در طول عمر آنان ایفا می‌کند. 2. ساردینیا، ایتالیا، به ویژه استان‌های نورو و اوگلیوسترا. بومی‌های این جزیره روزانه مقدار زیادی سبزیجات و 1 یا 2 لیوان نوشیدنی مصرف می‌کنند. مانند اوکیناوا، ارتباطات اجتماعی نیز عامل دیگری است که مستقیما با طول عمر آنها ارتباط دارد. 3. لا مالیندا، کالیفرنیا. محققان گروهی از پیروان کلیسای اودنیست‌های روز هفتم را مورد مطالعه قرار دادند که از طولانی‌ترین عمر در ایالات متحده برخوردارند. 4. شبه جزیره نیکویا، کاستاریکا. مردم محلی این منطقه پس از 90 سالگی به طور چشمگیری فعالند. بسیاری از ساکنان قدیمی با بیدار شدن در ساعت 5:30 صبح و رفتن به مزارع برای کار کردن هیچ مشکلی ندارند. 5. ایکاریا، یونان. 1/3 ساکنان این جزیره که در نزدیکی کشور ترکیه واقع شده است بیش از 90 سال عمر دارند، در مقایسه با کمتر از 1% از جمعیت امریکا. به همین دلیل آن را جزیره عمرهای طولانی خطاب می‌کنند. به نظر می‌رسد راز آن سبک خاص زندگی است که خاستگاه آن به 500 سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. در فصل‌های بعدی عوامل متعددی را که به نظر می‌رسد برای طول عمر در مناطق آبی به ویژه اوکیناوا که آن را دهکده طول عمر نامیده‌اند بررسی خواهیم کرد. اول از همه باید به این نکته اشاره شود که 3 منطقه از این 5 منطقه جزیره هستند که در آنجا منابع اولیه زندگی کمیابند و مردم باید برای رفع نیازها به یکدیگر کمک کنند. برای بسیاری کمک به یکدیگر میتواند آنقدر ایکیگای قدرتمندی باشد که آنان را زنده نگه دارد. بنا به نظر دانشمندانی که مناطق 5گانه آبی را مطالعه کردند، عوامل اصلی طول عمر تغذیه، تحرک، هدفمند بودن در زندگی یا ایکیگای و ارتباطات قوی اجتماعی، داشتن دایره ارتباطات با دوستان و روابط خانوادگی خوب است. مدیریت زمان اعضای این جوامع به گونه‌ای است که استرس کمتر شود، از مصرف گوشت و غذای آماده کاسته شود و نوشیدنی الکلی بسیار کم مصرف شود. آنها ورزش‌های افراطی انجام نمی‌دهند، اما تحرک روزانه دارند، پیاده روی می‌کنند و به سبزیکاری می‌پردازند. مردم مناطق آبی به جای رانندگی اغلب پیاده روی می‌کنند. کاری که تمام این افراد انجام می‌دهند این است که روزانه مقداری از زمان خود را به باغبانی می‌پردازند، البته تا حدی که به بدنشان فشار نیاید. راز 80%. یکی از رایج‌ترین جمله‌های ژاپنی هارا هاچیبو که آن را قبل یا بعد از خوردن غذا تکرار می‌کنند و معنای آن چیزی شبیه این است: تنها 80% شکم خود را پر کن. حکمت قدیمی توصیه می‌کند که تا خرخره نخورید. به همین دلیل اوکیناویایی‌ها زمانی که احساس می‌کنند 80% حجم معده‌شان پر شده است، دست از غذا خوردن می‌کشند تا با طولانی کردن روند هضم غذا که خود باعث اکسید شدن سلول هاست بدن را فرسوده نکنند. البته راهی برای آگاهی از 80% حجم معده وجود ندارد.
فقط باید بدانید که پیش از آن که کاملا احساس پر بودن کنید دست از خوردن بکشید. کشیدن دوباره غذا، خوردن میان وعده هایی که واقعا لازم نیست یا خوردن پایسی بعد از نهار بسیار لذت بخش است، اما در دراز مدت نخوردن آن بیشتر باعث خوشحالی خواهد بود. نحوه سرو غذا نیز بسیار اهمیت دارد. ژاپنی ها با سرو کردن غذا در ظرف های کوچک، متعدد، کمتر غذا میخورند. در رستوران های ژاپنی یک وعده غذای معمولی در 5 ظرف کوچک روی یک سینی سرو می شود که 4 ظرف کوچکتر و ظرف غذای اصلی کمی بزرگتر است. وقتی 5 ظرف غذا پیش رویتان باشد احساس می کنید که قرار است مقدار زیادی غذا بخورید، اما در واقع مقدار آن طوری است که پس از اتمام غذا کاملا احساس سیری نخواهید داشت. این یکی از دلایلی است که غربی ها در ژاپن وزن کم می کنند و اندامشان مناسب می شود. مطالعات اخیر توسط متخصصان تغذیه نشان داده است که اوکیناوایی ها روزانه 1800 الی 1900 کالری مصرف می کنند و شاخص توده بدنیشان 18 الی 22 است، در حالی که در ایالات متحده مصرف روزانه 2200 الی 3200 کالری است و شاخص توده بدنی 26 الی 27 است. رژیم غذایی اوکیناوایی ها سرشار از توفو، سیب زمینی شیرین، ماهی 3 بار در هفته و سبزیجات روزانه 300 گرم است. در فصل مربوط به تغذیه خواهیم دید که این 80% شامل مواد سالم مغذی سرشار از آنتی اکسیدان است. موآی، وصل به زندگی. در اوکیناوا مرسوم است که در جوامع محلی گروه‌های دوستانه تشکیل می‌دهند. موآی گروهی از مردم عادی هستند که با علایق یکسان گرد هم آمدن و مراقب یکدیگر هستند. اغلب آنها کمک به دیگران را بخشی از ایکیگای خود می‌دانند. ریشه اصلی لغت موآی به دوران بسیار سخت گذشته باز می‌گردد، زمانی که کشاورزان همواره کنار یکدیگر بودند و در دوران طاقت فرسای درو و برداشت محصول به کمک یکدیگر می‌شتافتند. اعضای موآی ماهیانه مبلغ مشخصی جمع‌آوری می‌کردند و از آن هزینه‌های جلسات، شام، بازی‌ها، شطرنج ژاپنی یا هر سرگرمی دیگر جمعی را می‌پرداختند. پول جمع‌آوری شده صرف فعالیت‌های گروه می‌شد، اما اگر مبلغی از آن زیاد می‌آمد، یکی از اعضا به صورت چرخشی مقدار مشخصی از پول مازاد را دریافت می‌کرد. به این ترتیب عضو موآی بودن باعث ایجاد احساس ثبات روانی و امنیت مالی می‌شد. اگر یکی از اعضای موآی به مشکل اقتصادی بر بخورد می‌تواند از پس‌انداز گروه مساعده بگیرد. هرچند که جزئیات شیوه حسابداری هر یک از گروه‌های موآی بر حسب اقتصاد آن متفاوت است، اما احساس تعلق و حمایت با ایجاد حس امنیت در اعضا امید به زندگی را افزایش می‌دهد. در ادامه این مقدمه کوتاه و معرفی عنوان‌های پوشش داده شده، ما به بررسی چندین علت پیری زودرس در زندگی مدرن می‌پردازیم و سپس عوامل گوناگون مربوط به ایکیگای را شرح می‌دهیم. رازهای ضد پیری، نکات کوچکی که موجب افزایش طول عمر و شادی می‌شوند. سرعت گریز از پیری که فصل دوم این کتاب هستش. بیش از 1 قرن است که ما در جستجوی یافتن راهی برای افزایش طول عمر هستیم. تاکنون توانسته‌ایم طول عمرمان را به صورت میانگین 0.3 در سال افزایش دهیم. اگر بتوانیم روشی علمی بیابیم که هر سال به اندازه 1 سال به طول عمرمان بیفزاییم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در آن صورت به ابدیت زیستی و سرعت گریز از پیری دست پیدا خواهیم کرد. سرعت گریز از پیری و خرگوش. تابلوی دوردست در آینده را تصور کنید که روی آن عدد عمرتان نوشته شده باشد. با گذشت هر سال از عمرتان کم می شود و به آن تابلو نزدیکتر می شوید. وقتی به تابلو برسید عمرتان به پایان می رسد. حال تصور کنید تابلو در دست خرگوشی است که با آن به سوی آینده می رود.
هر سال که از عمرتان می‌گذرد خرگوش به اندازه نصف 1 سال جلوتر می‌رود. بالاخره پس از مدتی به خرگوش می‌رسید و عمرتان به پایان می‌رسد. اما اگر خرگوش بتواند هر سال با سرعت همان سال زندگی شما راه برود چه خواهد شد؟ شما هرگز به خرگوش نمی‌رسید و بنابراین هرگز نمی‌میرید. سرعتی که خرگوش به سمت آینده می‌رود همان تکنولوژی ماست. هرچه بیشتر به تکنولوژی و دانش درباره جسممان دست یابیم می‌توانیم بر سرعت خرگوش بیفزاییم. سرعت گریز، افزایش طول عمر آن لحظه است که خرگوش بتواند هر سال به اندازه 1 سال یا حتی بیشتر از آن پیش برود و ما جاودانه شویم. محققانی که به آینده امیدوارند همچون ری کروزیل و آبری دگری معتقدند که ما در چند دهه آینده به قابلیت گریز از پیری دست خواهیم یافت. دانشمندان دیگر به اندازه آنها در این مورد خوشبین نیستند و پیش بینی می‌کنند که ما می‌توانیم تا حد محدودی جلو برویم، اما هر اندازه هم در تکنولوژی پیشرفت کنیم نمی‌توانیم از یک حدی جلوتر برویم. برای نمونه برخی زیستشناسان ادعا دارند که سلول‌های بدن ما پس از حدود 120 سال دیگر قادر به بازسازی نیست. ذهن فعال، بدن جوان. حکمتی در این گفته باستانی وجود دارد که میگوید عقل سالم در بدن سالم است. این جمله به ما یادآور می شود که ذهن و بدن هر دو مهمند و سلامت یکی از آنها مستلزم سلامت دیگری است. تحقیقات نشان دادند که فعال و سازگار نگه داشتن ذهن یکی از عوامل اصلی جوان ماندن است. علاوه بر آن، ذهن جوان شما را به سبک زندگی سالم هدایت می کند که خود روند پیری را کند می کند. همان گونه که کمبود فعالیت جسمانی بر بدن و خلق و خویمان تأثیر منفی دارد، کمبود فعالیت مغزی نیز برایمان مضر است، چون باعث زوال رشته‌های عصبی و ارتباط آنها می شود که در نتیجه توانایی ما در واکنش به اطراف کاهش می یابد. به این دلیل است که انجام تمرین‌های مغزی بسیار مهم است. شلومو برزنیس، عصب‌شناس، از پیشگامان و حامیان تمرینات ذهنی است. به گفته او مغز برای حفظ شکل خود و سالم ماندن به محرک‌های بسیاری نیاز دارد. او در مصاحبه تلویزیونی با ادوارد پانس در یک برنامه تلویزیونی اسپانیایی اظهار داشت: بین آنچه برای فرد مفید است و آنچه به انجام آن تمایل دارد تنشی وجود دارد، چون مردم به ویژه افراد مسن‌تر بیشتر تمایل دارند که کارها را به روند همیشگیشان انجام دهند. موضوع این است که مغز هنگام انجام کارهای تکراری دیگر به فکر کردن نیازی ندارد و کارها به صورت خود به خود سریع و مؤثر و اغلب به بهترین نحو انجام می شوند. این موضوع باعث تمایل بیشتر ما به تکرار و انجام معمول کارهاست و تنها راه چیره شدن بر آن ندادن اطلاعات جدید به مغز است. با ارائه اطلاعات جدید، مغز ارتباطات جدید به وجود می آورد و احیا می شود. به همین دلیل بسیار مهم است که خود را در معرض تغییر قرار دهید، حتی اگر با فرانهادن از فضای امن پیرامون خود کمی احساس نگرانی کنید. تأثیر آموزش‌های فکری از نظر علمی به خوبی ثابت شده. کالینز همینگوی و شلمو بریزنیس در کتابشان با عنوان حداکثر قدرت مغز به چالش کشیدن مغز برای سلامتی و دانایی بیان کردند که آموزش‌های فکری در سطوح مختلف سودمند است. تمرین دادن به مغز را با انجام کارهای خاص برای اولین بار آغاز کنید. ابتدا این کار بسیار مشکل به نظر می رسد، اما زمانی که یاد گرفتید چگونه انجام دهید آموزش صورت گرفته. دفعه دوم طی می‌برید که کار آسان‌تر شده است، نه دشوارتر، چون شما دارید در انجام آن پیشرفت می‌کنید. این کار تأثیر بسزایی در خلق و خوی فرد می‌گذارد. این تغییر خود به خود صورت می‌پذیرد و گذشته از اینکه نتیجه بخش است، خودشناسی نیز همزمان با آن اتفاق می‌افتد. این تعریف از تمرین ذهنی شاید کمی رسمی به نظر برسد، اما ارتباط با دیگران،
برای نمونه بازی کردن به سادگی محرک‌های تازه ایجاد می‌کند و به جلوگیری از افسردگی ناشی از انزوا کمک می‌کند. پیر شدن سلول‌های عصبی ما از 20 سالگی آغاز می‌شود. البته این روند با فعالیت‌های فکری، کنجکاوی و میل به یادگیری آهسته‌تر می‌شود. کنار آمدن با موقعیت‌های جدید، فراگیری کارهای تازه در هر روز، بازی و تعامل با دیگران از ضروری‌ترین راهکارهای ضد پیری ذهن به نظر می‌رسد. علاوه بر این، خوشبین بودن به این موضوع فواید بیشتری برای مغز ما به دنبال دارد. استرس متهم نابودی عمر طولانی. بسیاری افراد مسن‌تر از سنشان به نظر می‌رسند. تحقیقات در مورد علت‌های پیری زودرس نشان داده است که استرس تاثیر بسیاری در این مورد دارد، چون بدن در شرایط بحرانی زودتر از پا در می‌آید. مؤسسه استرس امریکا این فرایند تخریبی را مورد بررسی قرار داده و به نتیجه رسیده است که بیشترین مشکلات سلامتی در اثر استرس به وجود می‌آید. محققان بیمارستان دانشگاه هایدلبرگ طی مطالعه‌ای پزشکی جوان را به مصاحبه کاری فرستادند و او را مجبور کردند به مدت 30 دقیقه سوالات پیچیده ریاضی را حل کند و به این ترتیب استرس او را بیشتر کردند. پس از زمان مشخص از او تست خون گرفتند و مشخص شد آنتیبادی‌های بدن او به همان صورت به استرس واکنش نشان داده بود که به پاتوژن‌ها می‌دهد. استرس موجب فعال کردن سیستم ایمنی بدن شده بود. مشکل اینجاست که این واکنش نه تنها عوامل مضر را خنثی می‌کند، بلکه به سلول‌های سالم هم آسیب می‌رساند که در نتیجه باعث پیری زودرس آنها می‌شود. در دانشگاه کالیفرنیا نیز مطالعه مشابهی انجام شد. از 39 زن که به دلیل داشتن فرزند بیمار استرس بالایی داشتند، اطلاعات و تست گرفته شد و پی بردن این افراد نسبت به مادرانی که فرزندان سالم دارند از استرس بیشتری رنج میبرند. آنان پی بردند که استرس با تضعیف ساختار سلولی که به نام تلومر شناخته می شود و بر بازسازی سلولی اثرگذار است، پیری سلول را تشدید می کند. همان گونه که مطالعات نشان داده است هرچه میزان استرس بیشتر باشد، انحلال سلولی هم بیشتر خواهد بود. عملکرد استرس چگونه است؟ امروزه انسان‌ها در سرعتی دیوانه‌وار و رقابتی دائمی زندگی می‌کنند. در این تب داغ، استرس پاسخ طبیعی به اطلاعات بالقوه خطرناک و برای بدن مشکل ساز است. از لحاظ تئوری این واکنش مفید است، چون به ما کمک می‌کند که در محیط پر از دشمن دوام بیاوریم. طی روند تکامل ما برای مقابله با شرایط دشوار و فرار از چنگال درندگان از این روش استفاده کردیم. زنگ خطری که در سر ما به صدا در می‌آید، نورون‌های غده هیپوفیزمان را فعال می‌کند. در اثر فعال شدن غده هیپوفیز، هورمون کورتیکوتروپین آزاد می‌شود که توسط سیستم عصبی سمپاتیک در بدن جاری می‌شود. پس از آن غدد فوق کلیه آدرنالین و کورتیزول آزاد می‌کنند. آدرنالین میزان و تعداد تنفس را افزایش می‌دهد و عضلات را برای حرکت آماده می‌کند که در نتیجه بدن آماده مقابله با خطر می‌شود. در همان حال کورتیزول دوپامین و قند خون آزاد می‌کند که ما را پر انرژی نگه می‌دارد و کمک می‌کند با مشکلات و چالش‌ها روبرو شویم. یک جدول اینجا آورده که براتون میخونم. مقایسه غارنشینی و زندگی مدرن هستش. در غارنشینی اغلب اوقات در آرامش به سر میبردن. در زندگی مدرن اغلب اوقات کار میکنیم و آماده هر گونه خطری هستیم. در غارنشینی تنها در مواقع بسیار خاص دچار استرس میشدن. در زندگی مدرن روزی 24 ساعت آنلاین هستیم یا منتظریم از گوشی همراهمان پیام دریافت کنیم. در غارنشینی تهدیدها واقعی بودند، امکان داشت هر لحظه درنده‌ای جانشان را بگیرد. در زندگی مدرن واکنش مغز ما به صدای هر پیام از تلفن همراه یا ایمیل همانند واکنش به تهدید درندگان است.
در غارنشینی میزان بالای کورتیزول و آدرنالین در لحظه خطر باعث حفظ سلامتی آنها میشد، اما در زندگی مدرن پایین بودن سطح کورتیزول در بدن پیامدهای مضر متعددی برای سلامتی دارد، از جمله سندرم خستگی مزمن و کمکاری غدد فوق کلیوی. این فرایندها در حالت متعادلشان مفید هستند و به ما کمک می‌کنند چالش‌های زندگی روزانه را برطرف کنیم. اما استرسی که امروز انسان‌ها در معرض آن قرار دارند بسیار زیانبار است. استرس دراز مدت اثری تخریبی دارد و شرایط اضطرار دائمی بر نورون‌هایی که با حافظه در ارتباط هستند تأثیر می‌گذارد. همچنین استرس مانع ترشح برخی از هورمون‌هایی می‌شود که کمبودشان در بدن باعث افسردگی می‌شود. اثرات ثانویه آن شامل تحریک‌پذیری، بیخوابی، اضطراب و فشار خون بالاست. از این رو هرچند چالش‌ها برای فعال نگه داشتن مغز و بدن مفیدند، اما به منظور جلوگیری از پیری زودرس باید سبک زندگی پر استرس خود را تغییر دهیم. به فکر کاهش استرس باشید. استرسی که اطراف ماست، چه واقعی باشد و چه غیر واقعی، به آسانی شناسایی می شود و نه فقط موجب اضطراب می شود، بلکه هم بر روی روان و هم بر روی جسم اثر می گذارد و تمامی بدن از دستگاه گوارش گرفته تا پوست را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل پیشگیری از استرس برای اجتناب از عوارض ناشی از آن بسیار اهمیت دارد. کارشناسان نیز به همین منظور آگاهی ذهنی را توصیه می کنند. تمرکز اصلی این روش کاهش استرس بر خود انسان تمرکز دارد. توجه به واکنش‌هایمان حتی اگر تحت تاثیر عادت‌های ما شرطی شده باشند تا بتوانیم بر آنها مسلط باشیم. به این ترتیب می توانیم موقعیت زمانی و مکانی خود را کاملا درک کنیم و افکاری را که باعث از دست دادن کنترلمان می شود محدود کنیم. باید بیاموزیم که خود را از شر عادتهای تکراری که ما را در یک چرخه بی پایان گرفتار کرده‌اند نجات دهیم. روبرتو آلسیبار می گوید کسی که پس از تحمل یک بیماری و استرس شدید کار پرمشغله‌اش را ترک کرد و آموزشیار آگاهی ذهنی شد. همه ما افرادی را می‌شناسیم که حین صحبت با تلفن یا تماشای اخبار غذا می‌خورند. اگر از آنها بپرسید املتی که همین حالا خوردید پیاز داشت یا خیر، نمی‌توانند پاسخ دهند. یکی از راه‌های دستیابی به آگاهی ذهنی مدیتیشن است که به ما کمک می‌کند تا اطلاعاتی را که از دنیای خارج به ما می‌رسد فیلتر کنیم. همچنین می توانیم با تمرین تنفس صحیح، یوگا و تمرکز بر بدنمان به این کار دست یابیم. آگاهی ذهنی با یک فرایند تدریجی آموزش به دست می آید، اما با کمی تمرین می توانیم بیاموزیم که کاملا بر ذهن خود تمرکز کنیم. این تمرکز از استرس ما می کاهد و به افزایش طول عمرمان کمک می کند. اندکی استرس برایتان مفید است. اگرچه که استرس زیاد به عنوان دشمن سلامتی ذهن، جسم و طول عمر شناخته شده است، ثابت شده که مقدار کم آن مفید است. دکتر هاوارد اس فردمن، پروفسور روانشناسی دانشگاه بورساید کالیفرنیا، گروهی را به مدت بیش از 20 سال تحت بررسی قرار داد. او متوجه شد افرادی که میزان کمی استرس دارند و با چالش‌های زندگی روبرو هستند و برای رسیدن به موفقیت از جان و دل مایه گذاشتند، نسبت به افرادی که زندگی آرامتری انتخاب کرده و زودتر بازنشسته شدند از طول عمر بیشتری برخوردارند. بنابراین او نتیجه گرفت که مقدار کمی استرس مفید است و در ضمن افرادی که با کمی استرس زندگی می‌کنند عادت‌های زندگی سالمتری را دنبال می‌کنند و به سیگار و نوشیدنی‌های الکلی تمایل کمتری نشان می‌دهند. بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از افرادی که 110 سال یا بیشتر از آن زندگی کردند که در این کتاب از آنها یاد شده است، همواره فعال بوده و تا سنین بالا مشغول به کار بودند. خب تا اول موضوع نشستن زیاد شما را پیر می کند و بزرگترین راز مانکنها و نگرش ضد پیری و شعری برای عمری طولانی،
ما این فصل رو با همدیگه تمام میکنیم و زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. فقط شعری برای عمر طولانی رو میخونم و این وایس رو تمام میکنم. برای سالم بودن و داشتن عمری طولانی هر چیزی رو کم بخور و لذت ببر تا میتوانی. زود بخواب و زود پاشو و پیاده روی کن. از سفر زندگی لذت ببر، با آرامش زندگی کن. برای سالم بودن و داشتن عمر طولانی باید با دوستانت اوقات را به خوشی بگذرانی. بهار و تابستان، پاییز و زمستان، همه فصل‌ها لذت ببر و باش شادمان. رازش اینه که از پیر شدن انگشتانت غم نخوری، از نوک انگشتان تا فرق سرت و از سرت تا نوک انگشتات. اگر با انگشتانت و دستانت کار کنی تا 100 سال دیگه هم زنده میمانی. و فصل سوم این کتاب که خیلی زیبا بود و من دوست داشتم که برای شما بخونم و فرصت اجازه نداد، معنا درمانی تا ایکیگای، چگونه می توانید با پیدا کردن اهدافتان زندگی بهتر و طولانی تری داشته باشید. لطفاً این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. حتما از خوندنش لذت خواهید برد. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.